بزرگترین از نواقض اسلام. سوال: بزرگترین از نواقض اسلام کدام هایند؟ جواب: بسم الله. شیخ محمد بن سلیمان التمیمی رحمه الله تعالی در رسائل شخصی خود صفحه 212-214 می‌فرمایند: اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام 10. بدون اینکه از بزرگترین نواقض اسلام 10 تاست. اول آن الشرك فی عبادت الله تعالی. اول آن شرک کردن در عبادت الله سبحانه و تعالی میباشد. لا شریک له، که بر او هیچ کس و هیچ شریک نیست. دلیل بر آن که از بزرگترین نواقض اسلام این شرک کردن بر الله سبحانه و تعالی است قول الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میباشد، آیه 48. الله میفرماید: استعیذ بالله ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله هرگز و هرگز شرک را نمیآمرزد و غیر از شرک هر چیزی رو بخواد از برای هر کسی میآمرزد و منه الذبح لغیر الله. شیخ میفرماید که از جمله این شرک قربانی از برای غیر الله، کمان مثل اون کسانی که از برای جنها از برای انسان ها قربانی میکنند به خاطر نزدیکی بر آنها. الثانی دوم من جعل بینه و بین الله وسائل، کسی که بین خود و بین الله واسطه قرار بدهد. یدعوهم، از آنها دعا و کمک یاری و مدد طلب میکند. یسالهم شفاعه، از آنها شفاعت طلب میکند. کفر اجماعا، با اجماع علما انسان کافر میگردد. الثالث سوم من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم، اگر کسی مشرکان را مشرک نشمرد، مشرکان را مشرک نگوید یا در کفر آنها شک داشته باشد، او صحح مذهبهم، یا که مذهب آنها را صحیح درست بشمرد، کفر اجماعا، با اتفاق علما انسان کافر میگردد. الرابع چهارم من اعتقد ان غیر هدی نبی صلی الله علیه و سلم اکمل من هدی، اگر هر کسی که باور داشته باشد، اعتقاد داشته باشد که هدایت غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم از هدایت رسول الله بهتر و کامل تر است، او ان حکم غیری احسن من حکمه، یا که حکم غیر رسول الله از حکم رسول الله بهتر و خوبتر است. کالذی یفضلون حکم طواغیت علی حکمه، مثل آن کسانی که حکم طاغوت ها را بر حکم رسول الله بالا و نکو میشمارند، و کافرون، بدرست که کافر میگردد، کافر است. الخامس و پنجم من ابغض شیئا مما جاء به الرسول، انسان بد بیند آن چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است، ولو عمل به، اگر چند با آن هم عمل کننده باشد، کافر میشد با اتفاق علما اجماعا. و دلیل این که اگر هر کسی که چیزی که رسول الله آورده است که انسان کافر میشد اگر بد بیند، قول الله سبحانه و تعالی در سوره محمد است: ذلك بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. و درستی که و این سبب است آنها آنچه را که الله سبحانه و تعالی نازل کرده است فرود آورده است بد شمردند، بد دیدند، فاحبط اعمالهم، و با سبب این بدبینی الله عملهای آنها را حبط و نابود ساخت. ششم من استهزأ بشیء من دین الله او ثوابه او عقابه کفر، کسی که بر آن چیزی که الله سبحانه و تعالی فرود آورده است مسخره نماید، چیزی از دین الله را مسخره نماید، چی از ثواب باشد، چی از عقاب باشد، چی از نیکی ها باشد، چی از عذاب باشد، کفر، بدرستی که انسان کافر نشد. و دلیل کفر آن قول الله سبحانه و تعالی: قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. بگو با الله و آیه های و رسول الله سبحانه و تعالی شما استهزاء و مسخره میکردید، دیگر عذر نیارید، بدرستی که شما کافر شدید بعد ایمان آوردنتان. السابع السحر، هفتم ناقض از نواقض اسلام این سحر است. فرمود منه الصرف والعطف، که از جمله آن سحر جادویی این صرف و عطف است. صرف گرم کردن، عطف جدای انداختن. کسی که آن را انجام بدهد میفرماید شیخ من فعله اورد به، اگر کسی که آن را انجام بدهد یا با آن راضی شود کافر میشود. و دلیل کافر بودن سحر و جادویی قول الله سبحانه و تعالی: و ما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. آن دو ملائکه به مردم جادو را نمی آموزانیدند مگر اینکه به آنها میگفتند ما به حیث یک فتنه، یک امتحان به نزد شما فرستاده شدیم، شما سپس کافر نگردید. هشتم مظاهره المشرکین و معاونتهم علی المسلمین، کمک و پشتیبانی از مشرکان بر ضد مسلمانان این دیگری از نواقض است. دلیل این که اگر هر کسی از مسلمان ها اگر بر کفار دستیاری دراز کرد بر ضد مسلمانان کافر میگردد. و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، هر کسی که آنها را یاری کند با آنها دوست باشد و آنها را یاری کند بر ضد مسلمانان پس از آنها خواهد بود و الله قوم ظالمان را دوست ندارد. نهم از نواقض من اعتقد ان بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلی الله علیه و سلم، کسی باور داشته باشد که بعضی از آدمان، بعضی از مردم از پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم آزادند، او انه یسعه الخروج عن شریعته، یعنی که اعتقاد نماید، باور نماید که از شریعت پیامبر برآمدن و جایز است، از شریعت محمد صلی الله علیه و سلم برآمدن و جایز است. کما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسی علیه السلام، و مانند اینکه خضر علیه السلام گویا اینکه از شریعت موسی علیه السلام برآمده باشد و درسته که وای هم کافر میگردد. العاشر دهم الاعراض عن دین الله لا يتعلمه ولا يعمل به، روی گرداندن از دین الله سبحانه و تعالی نه تعلیم میگیرد نه عمل میکند. و دلیل بر اینکه این هم از نواقض اسلام شمرده میشود قول الله سبحانه و تعالی از سوره سجده: و من اظلم
ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمین منتقمون. کسی ظالمتر از آن کسانی است که آیه های پروردگارش هنگامی که بر او خوانده شد از او روی بگرداند. سپس ما از مجرمان انتقام گیرنده هستیم. سپس فرمود لا فرق فی جمیع هذه النواقض بین الهازل والجاد والخائف الا مکره. در همه این ناقض ها بین شخص جدی یا شوخی کننده یا که در حالت ترس انجام دهنده هیچ فرقی نیست مگر آن کسی که مجبور شده باشد، مکره باشد. الا مکره كلها من اعظم ما يكون خطرا. همه آنها از خطرناکترین و بیشترین چیزهایی که رخ میدهند در بین مردم باشد. و فرمود که مسلمان باید از آنها برحذر باشد و برای خود از آنها بی‌ترسد. پناه میبرم با الله سبحانه و تعالی از عامل‌هایی که غضب الله سبحانه و تعالی را میارد و از عذاب درناک او هم میترسم. درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و سلم و آل و اصحابش باد. منبع شیخ محمد بن سلیمان در دور السنیه مجلد 10 صفحه 91.